یا بنی اسرائیل اذکروا. اینجا باز دوباره بنی اسرائیل رو مخاطب قرار میده دفعه دوم. ای بنی اسرائیل اذکروا، به یاد بیاورید نعمتی، نعمت مرا. گفتیم یکی از روش‌های اصلاح همیه که به نفر بگی خوبی‌های مرا به یادتون بیاورد، چقدر ما تو نعمت دارم. التی انعمت علیکم، نعمت‌هایی را که به شما انعام کردم. و انی فضلتکم علی العالمین، و من شما را بر عالمیان برتری دادم. این که شما بر عالمیان من برتری دادم، این به چی اعتباره؟ به چی حیثیتیه؟ این برتری به اعتبار اینه که نعمت‌های زیادی الله به این مردم داده، نه این آدم‌های خوبی هست. بعضی اینو برداشت کردن که بنی اسرائیل بسته که بهترین قوم جهان، چون الله میگه این فضلتکم علی العالمین. نه، ما تفسیر قرآن با قرآن که مراجعه بکنیم مشکل ما حل میشه. باز میدونیم که منظور چیست. آیه دیگه در قرآن کریم هست، در سوره مبارکه مائده آیه 20. اینجا مقبول آمده که هدف چی؟ هدف اصلی قبل از اینکه آیه بخونم توضیح بدم. هدف اینه که این بنی اسرائیل من بین شما بیشترین پیغمبران رو بین شما فرستادم. یعنی بیشترین قومی که پیغمبر دارن کدام قوم بنی اسرائیل. و از قوم بنی اسرائیل پادشاه ها و سلاطین هم بوده. الان میگه با وجود این نعمتایی که به شما دادم، شما چرا اینقدر سرکشید؟ چرا اینقدر سرکشی میکنید؟ پیغمبران شما کشتید و جنایات شما کردید، کتاب الله شما تغییر دادید، اینقدر جرم شما انجام دادید. مثل این میمانه یک پدر بین بچه‌های خود یک بچه میگذاره که درس بخونه و به او خیلی امکانات و شرایط هم برابر میکنه. این بچه درس هم میخونه، شرایط‌های هم همه برابر، بهترین زندگی هم میکنه. برادرها دیگه سرکار و غریبی و مشکلات دیگه. همین بچه‌ای که درس خوانده وقتی بزرگ میشه در مقابل پدر قد علم میکنه و سرکشی میکنه و توهین به پدرم میکنه. پدر به چی میگه؟ بچه جان تو این خوبی کردم، این خوبی کردم، از همه بچه‌ها خودتون بهتر خدمت کردم، بازم تو چنین میکنی. از همه بچه‌ها خودتون برتری داد. این برتری دادن یعنی بچه از همه بهتر داره. این برتری دادن یعنی بهترین نعمت‌ها رو تو من عطا کردم. از جانب من بهترین خوبی‌ها به تو رسیده. هدف اینجا دقیقاً مطلب همینه. یعنی ای بنی اسرائیل من شما رو بر عالمیان برتری دادم، یعنی بهترین نعمت‌ها رو به شما دادم. اما در مقابل شما چی؟ بدترین قوم جهان شدید، بدترین مردم شدید. به طرف سوره مبارکه مائده آیه 20 مراجعه کنید، این آیه تفسیر میکنه. یا قوم اذکروا، ای قوم من، موسی علیه السلام به اینها گفته ای قوم من به یاد بیاورید نعمت الله علیکم، نعمت الله را بر خود، اذ جعل فیکم انبیا، آن زمانی که در بین شما پیامبران قرار داد. پس برتری اینها در چیه؟ بین پیامبران داد. و جعلکم ملوکا، به شما را پادشاهان قرار داد. و آتاکم، به شما نعمت‌هایی داد که لم یؤت احد من العالمین، که به هیچ کس از عالمیان نداده. پس فضلتکم علی العالمین چیه؟ یعنی به شما نعمت‌هایی دادم که به عالمیان ندادم. اما شما در مقابل همین نعمت‌ها سرکشترین قوم و بدترین قوم هستید. چنانچه از دنباله آیات هم دانسته میشه جنایت‌هایی که اینا انجام دادن. به همین خاطر میگه ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق، و دیگه شکایت‌هایی که از اینا و گلایه‌هایی که از اینها وجود داره. و انی فضلتکم علی العالمین، پس منظور آیه 47 همون چیزی که در آیه 20 سوره مبارکه مائده آمده. خب این در سوره دخان هم آمده و لقد اخترناهم علی علم علی العالمین، ما بنابر علمی که خودمون داشتیم بر عالمیان آنان را برتری دادیم. این بر عالمیان برتری دادن همون چیزی که در سوره مائده آیه 20 باز آمده. وگرنه باز این قوم امت محمدی صلی الله علیه و سلم از همه برترند به دلیل آیه 110 سوره مبارکه آل عمران، کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما بهترین مردمی امتی هستید که بیرون کرده شدید، به وجود آمدید برای مردم. شما به شرط این امت هم به شرط برترین امتی که کار انجام بده. برتری به اعتبار اسم و رسم نمیشه. ما والله مسلمانم خلاص، نه، تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. شما امر معروف میکنید، نهی از منکر میکنید و ایمان به الله دارید. اگر این کارا رو انجام دادیم ما بهترین امتیم. ولو آمن اهل الکتاب لکان خیرا لهم، اهل کتاب هم اگه ایمان بیارن دلشون خوب است، فرق نمیکنه. یعنی اینجا بحث پاکبازی و گروه بازی اصلا مطرح نیست. اساس کار برمیگرده به اعمال صالحه و ایمان است.